سرخط خبرها نامه تسلیت امام علی رحمان به مردم ژاپن. بازداشت 4 نابالغ برای آببوشی در دوشنبه. تصدیق برکناری شیرین امونزاده بعد 1 سال. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم که خوبید و روزی خوشی خواهید داشت. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 4 ینور است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با امپراتور و سروزیر ژاپن در رابطه با زمین لرزه خرابی آور نامه تسلیت ارسال کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 3 ینور خبر داد. در نامه همدردی رئیس جمهور با مردم ژاپن و پیوندان و نزدیکان فوتیدگان همدردی و تسلیت کرده و همه آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. شماره جان باختگان زمین لرزه روز 1 ینور در ژاپن به 64 نفر رسید. این حادثه از سال 2016 به این سو پرقربانی ترین در ژاپن بوده است. روز چهارشنبه در منطقه های از زمین لرزه زیان دیده بارانی سخت بارید. این باران می تواند باعث به لغزش زمین گردد و کارهای جستجویی را برای نجات آدمان دشوارتر گرداند. کمک به ضرردیدگان را همچنین ویرانشوی راهها و زیرساختارها مشکل تر کرد. مقامات ژاپن روز 1 ینور پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید از احتمال سر زدن سونامی هشدار دادند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داده باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما 1 شد. مقامات میلیسا در شهر دوشنبه 4 نابالغ را برای آببوشی و خودنمایی بازداشت کرد. روز 2 ینور در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که در آن گروه از نورسان 1 نابالغ را لطوکوب می‌کنند. این رفتار نابالغان در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیادی کاربران را به بار آورد و از پلیس طلب کردند که آنها را جزا دهد. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه روز 3 ینور با نشر عکس این نابالغان از بازداشت آنها خبر داد. با گفته مقامات یکی از این نابالغان همچنین مردی سرخوشی را در کوچه لطوکوب کرده با مقصد خودنمایی این حالت را به نوار گرفته و در اینترنت نشر کرده است. نظر بازداشت شده ها دسترس نیست و هم معلوم نیست که چرا آنها به چنین کار دست زدند. تفتیش پیشکی از روی این حالت ادامه دارد. مقامات سالهای اخیر از حقوق ویرانکنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتش مکتب خوانند نگرانی میکنند. معاش کارمندان اداره‌های دولتی، نظامیان و استیپندیا در تاجیکستان از 30 تا 40% خواهد افزود. در این باره امام علی رحمان ضمن ارائه پیام خبر داد. رئیس جمهور همچنین گفت مزد مهنتی حداقل در کشور 800 سومانی مقرر می شود. فعلا حجم معاش حداقل 600 سومانی است. همکار ما شهلای عبدالله از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسید که به فکرشان چقدر معاش می تواند برای زندگی شایسته کافی باشد. پاسخ را یک جا می بینیم. یک نفری که در پایتخت زندگی میکند گمان نمیکنم که 1000 سومانی با او رسد، برای که حداقل 300 سومانش در قوه برق در آب در این ایام میروند. غیر از اون کودکای مکتبخوان هستند در یک خانه 3-4 تا هستند. اویلهایی که یک نفر کار میکنند 3-4 نفر دیگر احتیاجمندند با آنها با یک نفر که این نفر کار کنند و اینا خورند. از این سبب من خیال میکنم اگر حداقل معاش 4000 سومون باشد شاید زندگی خوب رود. 4000 سومون خیلی خوب میشه. برای من همین 1500-2000 بسه. من خود معلمم، من 1500 اولیک دارم. خیلی به فکر من میرسه. نه نمیرسه. چقدر باید باشد به فکرتون؟ خیلی به فکرم 10000 باشد میشه. مثلا کودکدار آدم زندگی ده نمیشه. 2000 باشد 3000 مثلا 2500 باشد که مثلا زندگی 100% پیش برود. تنبال همین وقتی شرایط دست شکرانه الان معاش من نرمال نیست. زورای من معاشم سوزه 650 سوم یک جو و قرابلوندا من برای من گفتم اگر تو 1000 سوم شود 1000 سوم زیادتر 1000 سوم زیاد اما 1000 سوم شود زندگی ما با وزیر جامعه شهر دوشنبه ده کفایه همه چی ارزونه همه چی مهیا حوز شرایط هر زندگی هر خیلی یک از 5 کس یک از 10 کس خیلی چی بگم 1000 سوم به فکر می نرخ نواد هیچ طوری نمیبیه خلاص یگان 3000 باشه اقلا خب به فکر من همین قمی اگر اقلا 3000 که زندگی خوب گذرانده تونی این شرایط با این نرخ نوام بلنده به حدوزی فکری من همین قد 1400 شودم ماهان 1000 شکر میکنه 1000 تا میگیرم
همین پول آب و سویت و مسور و میتیم دمکام هیچ یاردم نمیتید. همین 2000 باشه بس خیلی هم قشلوق دادن قشلوقای مدت 1000 سوم میگیرم و خیلی نمیرسه سرمون زندگی دا. یا موشه در همجام زیاده از خطا نکنم 15000 سوم زیاد رسخود شده. این یک طرف یک جمعه برای 200 300 سوم این جمعه را 500 سوم یک توی معرکه میشود همه به نظر گرفته اگر همه این رو ما نگاه کنیم 5000 سوم داگر است. اگر که 2000 سوم معاش گیریم در اویله خرج کنیم مگر ما یگون توی معرکه و یگون شب نشینی با دوستان هم خیلی جای نرویم تنها برای اویله 2000 سوم این چقدر کنیم میلیونه حسابی میلیونه هم خیلی میشود. معاش شما چقدر و آیا برای زندگی میرسد؟ حتما نظر خود را زیر این ویدیو به ما نویسید. پارلمانی تاجیکستان بعد از تقریبا یک سال فرمانی پرزیدنت را درباره برکناری شیرین امانزاده از منصب وزیر کار و مهاجرت تصدیق کرد. او 23 ینوار سال 2023 از مقام آزاد شده بود. در این فرمان سبب را گذاشتن به کار دیگر گفتند ولی او هیچ مقامی نگرفت. امانزاده 45 ساله بعد از رفتن از حکومت به جای کاری پیشینش دانشگاه آموزگاری برگشت. ماه اکتبر سال 2023 او را مدیر کافدره زبانشناسی و تیپولوژی مقایسوی دانشگاه تعیین کرده ولی پس از 2 ماه آزاد نمودند. شیرین امانزاده سال 2020 بعد از اعلان پیروزی امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی به عنوان وزیر کار و مهاجرت به حکومت آمد و یکی از چهره‌های نو معرفی میشد. از این پیش در منصب رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همگی 10 ماه کار کرده بود. وزیر سابق مهنت روز 14 دکبر سال 2023 نخواسته بود در مورد برکناری و کار امروزش با خبرنگار رادیویی آزادی صحبت کند. تنها از روی عکس و نوارهایی که شیرین امانزاده در شبکه‌های اجتماعی میگذارد دیدن ممکن است که بیرون از کشور قرار دارد. شروع از 1 ینوار در قزاقستان برای شهروندان خارجی و افراد به شهروندی ترتیبات نو جاری شد. بنا به ترتیبات نو اکنون شهروندان خارجی و افراد به شهروندی در قزاقستان هنگام ثبت نام کردن برای زندگی دائمی، حق اقامت، اجازت اقامت موقت، دریافت روادید و دریافت حجت پناهندگی باید ایزی انگشت سپارند. در صورت سرکشی کردن از دادن ایزی انگشت مقامات قزاقستان حق دارند که شهروندان خارجی و افراد به شهروندی را از این کشور اخراج کنند. حالا بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات 4 ینوار را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد. 4 январи соли 1809 дар Фаронса Луи Брайл таваллуд шудааст ки муаллифи хати вижаи нобиноён мебошад. Бо хате ки ба номи муассисаш Брайл ном гирифтааст, имрӯз ҳам китобу матнҳо нашр мешаванд ва хати компютер ҳам мутобиқ бо он сохта шудааст. Дар Тоҷикистон 10,000 нобиноён ҳам бо истифода аз ҳамин хат хабарҳои ҷаҳон ва адабиёти илмиву бадеиро дарёфт мекунанд. Дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон толори махсусе барои хонандагони нобино ифтитоҳ шудааст ки ҳамааш бо хати Брайл чоп шудаанд. 4 январи соли 1964 дар корхонаи яхдонбарории Душанбе нахустин яхдони хонагии Помир истеҳсол шуд. Корхонае ки бо кӯмаки мутахассисони олмониву чех сохта шуд, соли 176,000 яхдон истеҳсол мекард. намунаҳое аз ин яхдонҳо имрӯз ҳам дар бархи хонаҳо ҳифз шуданд. баъди суқути шӯравӣ корхонае ки барои 1000 нафар ҷойи кор таъмин карда буд аз кор монд. 4 январи соли 2019 дар 55-солагӣ дили ҳуқуқшиноси тоҷик ва як мунаққиди ҳукумат Файзинисо Воҳидова аз тапидан монд. наздиконаш сабаби марги ин адвокати сокини вилояти Суғди Тоҷикистонро чандин навъи беморӣ номиданд. ӯ аз ҳуқуқи фаъолони сиёсиву мухолифон ҳимоят кардааст ва соли 2017 барои баёнияҳои тунда шахси мамнуъулхуруҷ шуд. баъди маргаш дар аврупо паноҳандагони сиёсӣ ба номи ӯ ҷоизае таъсис доданд ки аввалин барандаи он дар соли 2019 ҳуқуқшиноси зиндони Бузургмеҳриёров шуд. قرب روبل روسی نسبت به روزهای گذشته تا 1 سومونی پایین رفته است. امروز 1000 روبل به 119 سومونی و 50 دیرهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1096 سومونی و 100 یورو به 1197 سومونی عوض می شود.
بیننده‌های عزیز، نوید بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهاد خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.